عرض احترام مجدد. امید است که خوارا برادرای بلوچ ما، خوارا برادرای افغان ما در سرتاسر دنیا خوش و صحتمند باشن. ما میخواهیم که تلفن بگیریم. فعلا باز موضوع صحبت های خود ادامه میتیم. بریم ببینیم که کی دلاین است. سپیری خبری بفرمایید صاحب. جناب آقای متین بنیانگذار دیورند جرگه، سلام به شما و مهمانان گرامی شما. سلام. ما باید یک نکته را ذکر کنم که قاصد صاحب از وقتی که ما دیورند جرگه را تاسیس کردیم یک بزرگوار ماست، یک شخص است که دائم مبارزه کرده امروی ما در مقابل بی‌عدالتی که دولت پنجابی آیسای بالای مردم افغانستان میکنن و بالای برادرای بلوچ ما میکنن. ما از شما تشکر میکنم بزرگوار قاصد. بفرمایید صاحب. از شما تشکر، از برادرای بلوچ ما یک جان تشکر. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از زمین خواب جهان دیگری ساختن است. زنده باشید. زنده باشید. خیلی تشکر. سلام و احترام من به برادران و بزرگان و سرشناسای برادران بلوچ ما تقدیم میکنم و آمدنشان در این محفل بزرگ خیر مقدم میگم. خیلی تشکر. برادران بلوچ، شما یقین داشته باشین که افغان ها و بلوچ ها از یک نژاد هستند، برادر هستند، وجود شریک، خون شریک، ملیت شریک و همه چیز ما مشترک است. ما از بلوچ ها هیچ جدایی نداریم و بلوچ ها از ما جدایی ندارن. به یاد دارم پیش که مرحوم خان بختی شهید شوند، اونا در یک بیانیهشان گفتند که افغان ها و بلوچ ها برادری هم هستند و هیچ قدرت اینا را از هم جدا کرده نمیتوانند. روح خان بختی شاد جنات فردوس مکانشان باشد. آمین. برادران عزیز، ما برای شما بگویم که در طول تاریخی که ما میبینیم سکندر، چنگیز، انگلیس و بالاخره روس‌ها به افغانستان و سرزمین مشترک ما و شما حمله کردند و بالاخره خجالت و شرمنده رفتند. اما باید بگویم ظلم که امروز در افغانستان، پاکستان و دستگاه ICA نموده، هیچ مملکت سر ما به این ظلم نکرده. شما تا به امروز میبینید که هر روز تروریستا با واسکتای چیز آمده مردم بیگناه ما را میکشه، مردم بیگناه شما را میکشه، اطفال ما را میکشه. حتی کسایی که با ما به کمک آمدن اونا را به قتل میرسانند و قراری که ندیدم تا حال 345 موارد بلوچ اینا کشتن و سردرگم ساختن. یعنی ما و شما ملت نجیب بلوچ و ملت نجیب افغان دشمن مشترک داریم که ما یک ملت هستیم و باید در مقابل ملت مشترک بجنگیم و مبارزه خود دوام بدیم. شما یقین دارین برادرای بلوچ، برادرای افغان که امروز جهان به نفع ما و شما تغییر خورده. دور گردون گرد روزه بر مراد ما نگشت، دور مردون گرد روزه بر مراد ما نگشت، دای ما یک سال نمانه سال دوران غم مخور. امروز جهان به سوی ماستن. شما ببینید که امروز جهان به بندرگاه آبی ضرورت داره و اگر این بندرگاه آبی که امروز در بلوچستان و افغانستان با اون طرف دیورند است و این را اگر آزاد نسازن، این ملت های دیورند اگر آزاد نسازن، این مردم بلوچ و پشتون اگر آزاد نسازن، تمام زحمات از اینا، تمام مشکلات از اینا هستن. ما به تمام جهان وعده میتیم که در این راه شما ما را کمک کنید. ملت نجیب افغان و ملت نجیب بلوچ هیچ وقت پاس شما را فراموش نمیکنه. شما با ما بیاین، با ما همدست شوین، ما با شما همکاری میکنیم. شما در راهی آزادی ما از چنگ ظالم پاکستان با ما همکاری کنید.
این به مفاد هر دوی ما، مفاد صلح جهانی، مفاد صلح منطقه، مفاد صلح آرامی می باشد. و تا وقتی که خط دیورند و بلوچستان آزاد نشه، در این منطقه شما یقین داشته باشین حتی در نصف کره جهان آرامی، آرامش و سعادت وجود نمی داشته باشد. ما به تمام جهان میگیم امروز افغان ها و بلوچ ها با هم برای آزادی خود و برای آزادی خط چیای دیورند در مقابل پاکستان و ایسه پاکستان ما قد علم کردیم، استاده بشیم، خون اولاد خدا، خون دارایی خدا میتیم و بالاخره خاکای از دست خدا به هر قیمتی که باشه بیاییم. من برای شما میگم که نسل افغانستان برش میگم که اولاد ما اگر تو واقعا افغان هستی، تو واقعا بلوچ هستی، این ظلم پنجابی ها را باید فراموش نکنی، حق تبدست بگیری و برای گرفتن حق باید استاده شوی. حق به زور گرفته میشه، حق داده نمیشه. مبادم از تشریف آوری این اشخاص محترم برادرای بلوچ ما خیر مقدم میگم، خداوند پیروز بسازه. من یک شعر درباره آزادی بلوچستان نوشته کردیم، امیدوار هستم که این را بشنوید. بفرمایید. رسید آزادی میهن بلوچستان مبارک باد. رسید آزادی میهن بلوچستان مبارک باد. مبارک آن سوی دیورند بلوچستان مبارک باد. اسارت تا ابد نکبت به پا خیزید وطنداران. اسارت تا ابد نبود به پا خیزید وطنداران. بو از این فرض مرد و زن بلوچستان مبارک باد. شکن پنجاب و پنجابی به زور کار افغانی. شکن پنجاب و پنجابی به زور کار افغانی. نبرده کن به جان و تن بلوچستان مبارک باد. ز تاجیک تا هزاره آن بلوچ و ترکمن و پشتون. ز تاجیک تا هزاره آن بلوچ و دشمن و پشتون. انا از بر تو فرزند بلوچستان مبارک باد. مبارک روز آزادی بود برباد پنجابی. مبارک روز آزادی بود برباد پنجابی. که آیسای کند شیون بلوچستان مبارک باد. بلوچوان بلوچستان یک افغان است، یک افغان. بلوچوان بلوچستان یک افغان است، یک افغان. دو روح از در میان تن بلوچستان مبارک باد. دعای قاصدتان از خدا و جمله افغان این چنین باشد. شب تازان همان کور و همان برزن بلوچستان مبارک باد. زنده باد آزادی دیورند، زنده باد آزادی بلوچستان. ما به سوی آزادی میریم. زنده باد. یک جهان تشکر. زنده باشین صاحب، لطف کردین صاحب. زنده باشید قاسم صاحب. و جانا سخن از زبان ما میگویی. ما یک نقطه مهم میخوایم ذکر کنم و او است که اتحاد اتفاق بین ما و برادرای گرامی و عزیز و عالی قدر بلوچ ما بر طبق روحی ملی برادری کدام خودخواهی دهی شامل نخواهد بود. روحی ملی خواهد بود و یک هدف مستقل و هدف مشترک برای تمام ما خواهد بود. و یک نقطه دیگر هم ما میخوایم ذکر کنم و اوست که برادرای سندی هم ما امیدوار هستم کنها هم بیدار شوند و اگر بالای ما کدام امر خدمت داشته باشند، صدیق متین و شورای عالی دیورند جرگه، برادرای عزیز و گرامی بلوچای ما هم آوازشان خواهد شناختن و جایشان پالوی ما هستند و در این حال برادرای هزاره ما در او طرف خط دیورند که هستند که بالای زونا هم ظلم و ستم شده و یک ویدیو کلیپ ما دیدم که تعداد کثیرشان توسط دستگاه آیسای به شهادت رسیدن. ما میخوایم که همراه برادر بزرگوار عطا صادق صاحب گپ بزنم که در این قسمت بسیار معلومات مزید دارن. ما بیر به گناه دلاین باشن، اگر نیستن بر ما تلفن کنن. اسپین خبری بفرمایید صاحب.
سلام برادر محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سباستم. السلام علیکم قرجان، خوب هستین صاحب؟ ما میمانای محترم شما برادرای بلوچ هم تقدیم میکنم. لطف و مرحمت صاحب امر کنید. من سعادت شما را میخوایم. میگه هر کی را سی کار عادت باشدش، در جهان بخت و سعادت باشدش. تا توانی خیر بی منت کنی، خویش را مستوجب رحمت کنی. برادر محترم، این راهی را که شما پیش میبرین راه خیر است، راه وطن است. این خداوند خودش فرض دانسته برای تمام مردم مسلمان که باید مرزهای خدا، باید وطن خدا از دست دشمن باید نجات بدیم. ما مسلمان ها زن باشه یا مرد همگی باید به امر پروردگار باید ما اینجا فرض ماست که باید ما دوش به دوش برادرای خود یک جای ما خدمت کنیم. و دیگه ای که براتان بگویم که شما راستی که رایی را که گرفتین سر شما استخار میکنیم و وطن ما انشالله تعالی کل ما موفق میشیم. خداوند همه گیره هم دست و یک اتفاق به نصیب ما کنه. یکی از محترم آقای قاصد ملیار یک جهان تشکر سلام برش تقدیم میکنم. به هر جایی که میباشن، به هر برنامه که میباشن، به میمانی میباشن، این پشتیبانی خود از دیوران یاد میکنن و همیشه خدمت میکنن و بسیار راجع به دیوران صحبت میکنن. زنده باشین. بسیار لطف کنید صاحب. تقدیم میکنم. دیگه سلام خدا برای همگی وطنان خود میرسانم. باید همگی اتفاق داشته باشیم، باید در این مسئله جدی بگیریم این مسئله را. این بسیار مهم است. امروز تمام وطن ما را در خاک خونی آیسه پاکستانی پنجابی ها کشیده شده. این را فکر نکنن که اینا هیچ وقت کامیاب نمیشن. هر قدر که اینا کوشش کنه که وطن ما را و اردوی ما را و وطن ما را بخواین زیر بمبارد بگیرن، مردم با شهامت افغان هیچ وقت ضعیف نشدنی تی در تاریخ است، در تاریخ که انگلیس ها اینا رو شکست نداده، بازی پنجابی ها چیز که ما افغانستان شکست دادن. بالکل صحیح. افغان ها هیچ وقت شکست نمیخوره. برادر محترم، ما خوارا همگی امرای برادرای خود، امرای برادرای بلوچ خود دوش به دوش ما امرای شما هستیم و انشالله کامیاب میشیم. دیگه وقت گرانبهای شما رو نمیگیرم. به خداوند تشکر بسیار تشکر لطف کردین. سپین خبری امر کنین صاحب. بله سلام علیکم محترم متین صاحب. دکتر لالزاد بلوچ هستم از تورنتو. السلام علیکم دکتر صاحب محترم، بفرمایید صاحب. واجه لالزاد سلام علیکم. سلام علیکم. اصلا بسیار معذرت میخوایم، ما باید امروز در این پنلتان می بودیم. آقای دکتر حسینپور من دعوت کردم از ایشان، از بزرگان ما هستند، از ادیبان ما هستند. یک کنوزم گلوندر داشتیم که نتانستیم در پنل بیایم. بهرحال دوستا را شما معرفی کردین برای وضاحت بیشتر برای بیننده‌تان گفتم که دوستای شخصی ما هستند. آقای دکتر حسینپور، آقای وحید، همچنان فکر میکنم که دوست فیسبوکی ما هستند، آقای ملک سراج اکبر. خوب صحبتای دیگه شما حاجی لالزاد من نمیمانه از صحبتای ملک سراج یک کمکی روشنی دیگه پرتیم ترجمهشان. البته که اونا گفتن که پنجاب از نظر نفوس بزرگترین ایالت پاکستان هستند که راستی گفته تمام فرصت‌های کاری را هم استثمار میکنن، موقعی بر بلوچان میمانه و گیس و منابع طبیعیشه. و ما میخوایم اضافه کنیم که برای بیننده‌تان که 44% خاک پاکستان بلوچستان تشکیل میده و اگر دیره غازی خان و دیره اسماعیل خان که اصلا بلوچی مربوط بلوچا بودن و الان بلوچ نشین هستن، با اضافه کنیم 48% خاک پاکستان میشه بلوچستان. و ضمن اول خب باید از خودتان تشکر کنیم که این تلاشایی که بران انداختین برای بیداری بیننده‌تان در ارتباط قضیه بلوچستان، در ارتباط خط دیورند، یعنی قابل ستایش است. جهان سپاس و همچنان سلام علیکی میکنیم به بلوچی با اجازهتان. کاران شما را سلام سک واش بودم که شما را گندین و دکتر حسینپور و وحید. خوب آقای وحید بلوچ می باشیم که شما ترجمه انگلیسیش گفتن که اکثر بیننده ما متوجه نمیشن. اینا رئیس پیشین پارلمان ایالتی بلوچستان و رئیس سازمان محصلی یا دانشجویی بلوچا بودند و همچنان فعلا هم مسئول نهاد ما تشریح دکتر صاحبیر ما تشریح کردیم به کل برادرها، چون وقت زیق است
شما پیغامتون بگوین موضوعاتم در ما تشریح کنیم. برادر متی صاحب، من دکتر لالزاد معرفی بکنم از برادران بلوچ افغان هستند، از بلوچان بسیار دانشمند و فاضل گوینده برنامه بلوچی رادیو کابل بودند و رادیو دهلی بله، در مورد بلوچستان واقعا تمام عمرشونه وقف ادبیات بلوچی، شعر بلوچی و برنامه تلویزیونی بلوچی هم داشتن. خب بسیار ما واقعا بیشتر افتخار میکنیم. ما بیشتر ایشون با افتخار ماست. آقای دکتر لالزاد بفرمایید. خواهش میکنیم شما نخبه بلوچی رو جمع‌آوری کردین، موضوعات باشن. اصلا در افغانستان که ما با حکومت مشکلی نداریم، ستم سر بلوچایی که در ایران زندگی میکنن و بلوچایی که در پاکستان زندگی میکنن است. راستی شکار ظلم نهایت نهادهای امنیتی از هستند، دولت از هستند، تعصب روا داشته میشه و ما تا فکر میکنیم که در پاکستان خوب بسیار کشته میشه، در ایران هم اوضاع بدتر از است. اوجا خو هیچ موقع فرصت ندادن که کسی بلوچی را بخوانه یا بنویسه، جرم است که کسی به زبان خود در یک دفتر رسمی گپ بزنه یا چیز است. بسیار چیز است. اونا دوستا در ادامه صحبت خواست کردن. ما یک چیزی خاصی نداریم، مگر ارتباط بلوچای افغانستان چیز شما یا دوستا پرسش داشته باشن معذرت هستم جواب بدم. شما نقاط مهمه که برای برادرای بزرگ و مجاهد بلوچ ما مهم است. به نظر شما ما میخواهیم که امی صدای شما و اشخاص دانشمند و مبارز به گوش جانیان برسه. ما میخواهیم از شما نقاطی که به نظرتون بسیار مهم است، ما شما خواهش میکنم شما نقاط ذکر کنین و در اینجا امی که ما یک جا شدیم فعلا هدف مرام ما همیست که ما مبارزه را در آن انداختیم که هدف ما مشترک است در مقابل دستگاه جاسوسی آیسای و پنجابی ها. نقطه مهم است که اگر نفوذ پنجابی ها زیاد است به نظر ما کدام ارزش نداره، بر از اونا و کدام عدالت را در مقابل مردم غیر بلوچ و افغان نکردن و اونا از به اصطلاح از منابع سرشار بلوچستان و خط مناطق دیورند ما آشه و باطه میکنن. به اصطلاح اینا آدمای مردم است که استثمار میکنه. به این ترتیب کدام تاریخی ارزش تاریخی بر ما نداره. دکتر صاحب شما وقت میدم که شما همین پیغام که به نظر شما مهم است بر تمام جانیان برسانین و صحبت کنین و شما وقت زیاد میتونم صاحب. لطف دارین صاحب، ما کدام گفتم پیغام به خصوص نداریم. دوستایی که از خود پاکستان هستن اوجا تشریف دارن و دیوانه آرزوی ما یا خواهش ما التماس ما از تمام برادرای بلوچ ما است که با هم متحد شوند. این مثلا چندین حزب سیاسی در بلوچستان وجود داره، چندین نهاد سیاسی و به نام مثلا اقوام و قبایل، مثلا به نام مثلا مریو، بکتی و زاری و اینا اعضا به تجور شده و در راسش رؤسای قبایل قرار دارن که امینا را با هم بشینن، به روشنفکرا، به جوانا، به چیز فهما بسپارن، دست یک کنن که یک چیز قوی است توشان مستحکم جور شود. اینطور پراگنده هر کدامش دشمن جداگانه سرکوب کده میتونه باسانی، ولی اگر متحد شون یک مشت شون ما فکر میکنم یک به هدف خود زودتر و بهتر رسیده میتونن. همین آرزو ما دارم و اگر چیز مسئله در ایران برعکس شد که در ایران چیز سیاسی وجود نداره، نمیمانه که به نام سیاست کس صحبت کنه، ولی حداقل در بلوچستان هم بلوچستان پاکستان امکانات است که اعضا بدارن و هم حداقل متحد شون. بسیار زیاد دکتر صاحب محترم لطف مرحمت کردین. ببخشید که من با شما آشنایی نداشتم. از صحبتایتون بسیار تشکر، لطف مرحمت کردین. خوارا برادرای عزیز شما که صحبت میکنین ما بر برادر و خوار 2 دقیقه وقت میتیم که شما میخوایم که نظر تماما خوارا و برادرها را بشنویم. به اصطلاح اگر صادق صاحب تانستن به دفتر تلفن کنن که نظریات شما را ما بشنویم در تلفن دفتر. نقطه مهمی است که هر چیز یک شروع داره. برادرای غیر ما همراه ما تشریف داره. از اینجا است که انشاءالله موضوع اتفاق جبهه مشترک در مقابل دولت پنجابی آیسای به اصطلاح شروع شده. برادرای گرامی مبارز همین حرکت برای انداختن
ما همراه برادرای بزرگوار ما صحبت کردم. هدفشان و ای که همین مبارزه جدی برای افتاده توسط برادرای گرامی، خصوصا دکتر صاحب بور و ای صاحب بلوچ، یعنی مرا چی بسیار زیاد خوش ساخت. این خوش ساخت که روحیه مبارزه از اینا به چی اندازه وسیع و گسترده، یعنی روی ملیشان اتحاد اتفاق و یعنی زندگی مشترک بین تمام اقوام به اصطلاح این موضوع باید از طریق مسالمت آمیز، از طریق سیاسی، موضوع ظلم ستمی که بالای برادرای بلوچ است، بالای برادرایی که پشتون افغانای ما که دو طرف سر است، باید یه فصل شود. و اگر افغانستان یک جای شود و پرابلم های افغانستان رفع شود، برادرای بلوچ ما پرابلمشون حل شود، بفهمین بغیر از خوشبختی، آرامی، ترقی در این منطقه چیزی نمیه. شما ببینید که همین آیسای است، بغیر از خون ریختاندن، همین دولت پنجابی است، آیسای است، بغیر از کشتن، خون ریختاندن، صادرات تروریست در تمام دنیا، تمام دنیا را یا به تکلیف ساختن. ما تلفن شما را میگیرم، باز انشاءالله باز با یک راوند دیسکشن شروع میکنیم. سپین خبری بفرمایید صاحب. آقای متین سلام دارم. السلام علیکم صادق صاحب. ما چند دفعه گفتم که شما در این قسمت معلوماتای به خصوص دارین، به طور خلاصه شما میخوایم که نظریات شما رو بشنوم و باز ما تلفن‌های برادرای بزرگوار رو میگیرم. عمل کنید صاحب، بفرمایید. اولتر خدمت سلامای بسیار گرم. یک کمی بلند گپ بزنید صاحب، آوازتان پخش است. صدای ما میشنیدن؟ بفرمایید. اولتر از همه سلامای بسیار گرم و پر محبت خدا. هلو. بفرمایید دلاین استین. پر محبت خدا به همه پنلستایتان، دوستای دانشمند، برادرای بلوچ خود تقدیم میکنم. ما هم من حیث یک افغان که به تایید فرموده های همه پنلستایتان برادرای بلوچ، واقعا ملت مظلوم بلوچ از سال 1948 این سرزمین مستقل بلوچستان توسط پاکستان یا قوم تفوق طلب پنجاب به حمایت انگلیس غیر قانونی به جرم ستم اشغال شده و این اشغال تا اکنون ادامه داره. این حرکت فاشیستی یا سیاست کلونیسم که بقایای سیاست قرن 18 بود، در قرن 21 برای بشریت و برای جهان قابل قبول نیست. و این هم شواهد اسناد معتبر وجود داره که بلوچ ها روزمره زنان خود، اطفال خود، سران قومی خود، جوانان مبارز خود از دست میتن در نتیجه توطئه های گوناگون. اینا از مزایای آزادی، اقتصاد پیشرفته با وجود که طوری که خودشان فرمودن از منابع سرشار طبیعی برخوردار هستند، محروم هستند و توطئه های عجیب و غریب گوناگون در مورد سرینا متقبل شدن در عرصه معارف، در پروژه اقتصادی که واقعا فاجعه قرن 21 خوانده شده میتونه. مگر من یک چیز را میخوایم اضافه کنم که دیگه همزیستی برادران بلوچ در یک فدریشن ناروا پاکستان ممکن نیست. عنصر اعتماد و فکر ما مطلقا از بین رفته، او هم در نتیجه مظالم خود پاکستان و حکومت پنجابی و عدم صداقتشان. دولت پنجاب به استیلای ما مسلمان ها این سیستمشان، دولتشان یک دولت قرآن زده است. ما برای استدلال خود میخوایم بگویم که دوستای میز مدورتان به تفصیلی موضوع خود رفتن که شخص به نام جنرال دکا نواب نوروز خان که یکی از کلانای قبایل زرگزه بلوچ بود و در قیام مسلحانه علیه پاکستان قیام کردن، مگر به سوگند قرآن یا توسط قرآن اینا را منصرف ساختن از قیامشان و بعدا دوستا شاید به تفصیل شهادت بدن که با برادر و برادرزادی در محبس و زندان حیدرآباد به قتل رسیده و این چیزیست که اینا با نمو سیاست که ما یک واژه مشهور در بین ما افغانات که به یک دستشان شمشیر و دست دیگهشان قرآن است و ما شما عقیده ما من حیث مسلمان نیست که شکست سوگند قرآن
پیامدهای بسیار خراب بر پاکستان خواهد داشت و ما فکر میکنم که روز او رسیده که پاکستان در شرف تجزیه و این اقوام بلوچ و افغانهای خدیوران انشالله آزاد خواهد شد. مگر یک چیز دیگه که میخواستم ما از برادرها پرسان کنم ایست که تا در این 40 سال تا سالهای 80 90 حتی ذهنیت غرب آماده بر از این نبود که از برادرای بلوچ و از مظالم پاکستان در مورد برادرای افغان اون طرف خدیوران دفاع کنند. حتی من خودم بحث یک لابیست که در سنای امریکا در سالهای 80 کار میکردم، اینا تصور بسیار خراب داشتن و حتی بزرگترین شخصیت های بلوچ به صفت وارلارد معرفی میشدن در غرب و اینا میگفتن از کسی که برای خواسته های برای آزادی بلوچستان سر بالا میکرد، اینا میگفتن اینا اشرار هستن، نظم برهم میزن، وارلورد هستن یا جنگ سالار هستن. یکی از جنجالای بسیار کلان بود. مگر خوشبختانه در این 2-3 سال اخیر تحولات بسیار بنیادی در واشنگتن، در سنا و کانگرس امریکا و پشتیبانی از قضایای بلوچستان بلند شده و ما بالخصوص به جناب دکتر صاحب تبریکی میتونم. ما چیشان به تفصیل در اسناد کانگرس امریکا ما خواندم، اینا یک تستمونی داشتن در و فکر میکنم که در 8 فوریه این سال بود و در اون تستمونی که توسط سب کمیتی فارن افیرز جور شده بود و کانگرسمن روبا بکر کردی به شهر خود که شما اونجا تشریف دارید و همچنان مردم از امنیستی اینترنشنال و یک جنرال امریکایی هم اشتراک کردن و سخنرانی های دکتر صدوود درجت که یکی از چیزهای بسیار مهمه که صورت گرفت در نتیجه این گردهمایی که در سب کمیتی فارن افیرز کانگرس امریکا شده بود، پاکستان و دولت پاکستانیا و دولت پاکستان به صورت رسمی احتجاج کردن. این معنای دیده میشه که این قدم یک قدم بسیار مثبت بر ریکگنیشن و بر رسمیت شناختن مقاومت بر علیشان بود. مگر ما چیزی را که میخوایم فعلا تا جایی که من میدانم دو تیوری که تا اکنون به پالیسی تبدیل نشده یا از روی از پالیسی اتخاذ نکردن، دو تیوری روی دست است. یکی است که توسط طرفداران اوباما که پروژه های انکشافی رشد اقتصادی تحت سوپرویژن ملل متحد USAID و دیگر مؤسسات بین المللی که بر تناسب عدالت پروژه انکشافی برای رشد یعنی اقوام در منطقه آسیای جنوبی و یکی هم توسط لوئیس گورمر که از ریپابلیکن تکساس است و اونا هم در یک کنفرانس اگر به یاد هم پنلست شما باشه در شهر برلین که در اونجا برادرانی که در شورای نزاع یا ناتن الاینس بودن مشترکاً یک پروگرام گرفتن و اینا از مسلح ساختن اقوام در منطقه یادآوری کردن و اینا از راه تشدد و جنگ و اینا ادامه میخواستن که مسائل پیریزی کنن در منطقه. من میخواستم که یکی از سوالای ما از دکتر صاحب میدین خواهد بود که من حیث پرنسیپ اینا از کدام را اتخاذ میکنن که باید برای افغان ها هم و افغانایی که اهل تحقیق هستن روشن شد که موقف سیاسی برادرای بلوچ در قضایای منطقه از کدام را میخواین این مسائل افروج کنن. و دوم خوشبختانه مثل که گفتم به حد زیاد خوشبینی در واشنگتن محسوس است که انشاءالله تعالی ان قریب بسیار قدم‌های مثبت برای عدالت در این منطقه قدم‌های مثبت گرفته. تشکر صادق صاحب، لطف کردین. دکتر صاحب اگر میخواین که جوابش بدین، جواب صادق صاحب بدین و طور خلاصه با تلفن های دیگر رو میگیریم. بله صادق صاحب خیلی تشکر. ما واقعا به وجود دانشمندان و افراد متخصصی مثل شما افتخار میکنیم ها و ما همیشه واقعا منتظریم که پیشنهادات و
مشاهدات شما رو بشنویم و خصوصا از تجربه‌ای که شما دارید در واشنگتن به عنوان لابیست، شما چقدر میتونید به مسئله ما کمک کنید. و همونطوری که فرمودید اون هیرینگ فقط روی مسئله بلوچستان بود برای اولین بار در تاریخ کنگره آمریکا یا هر کنگره دیگه پارلمان دیگری. اولین هیرینگ در مورد بلوچستان بود و مسئله بلوچستان خوشبختانه به صورت بین المللی در اومد. و صادق جان همونطور که میدانید بعد از اون هم یک ریزولوشنی همون چرمن رورا باکر معرفی کرد به کنگره آمریکا که حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ به رسمیت میشناسه. و اگر به اون متن هیرینگ من مراجعه بکنید، اونجا ما گفتیم که خب بلوچستان واقعا ملت بلوچ برای آزادی و استقلال مبارزه میکنند و ما به دولت آمریکا پیشنهاد کردیم که برای یک راه مهمی برای کمک به این منظور اینه که اتفاق بین برادران بلوچ و افغان در مقابل پنجاب و ISI ها بیشتر بکنن، تقویت بکنن. ولی خب همونطوری که میدونید ملت بلوچ خواهان استقلال و آزادی است و همیشه هم با ملت غیور و شجاع افغانستان روابط تاریخی داشتند، اتحاد هم تاریخی داشتند. و انشالله الان بلوچستان همونطور که میبینید به خاطر مسئله گوادر که تنگه هرمز کنترل میکنه الان چینی ها اونجا هستن. متاسفانه پاکستان اینا را آورده و چینی ها اونجا باشند. خب همونطور میدونید که آمریکایی ها خیلی از این بابت نگران خواهند شد و البته اونا چینی ها اونجا باشند، آمریکایی باشند، هندی ها اونجا خواهند بود 100%. بله، یعنی اینه که یک گریت گیم، بازی بزرگ دیگری شروع شده و این دفعه ما نمیخوایم، ما افغانا و بلوچا ما نمیخوایم که مثل بازی بزرگ سابق، گریت گیم سابق بازنده بشیم. اون در اون بازی سابق امپراتوری روس‌ها و استعمارگران روس و انگلیس بزرگترین ضربه را ما خوردیم. افغانستان ضعیف شد تا الان ها و بلوچستان تقسیم شد. الان موقعی است که بلوچه ها و افغان ها اون نقشه را عوض بکنن و به حقوق تاریخیشون دست یابند. الان من میذارم که برادر محترم ها سپیکر وحید صاحب ها نظرشون در این مورد ها. We like to get your opinion. What do you think about the question? Brother Sadiq said that the hearing in Congress changed everything, in Balochistan, and of course right now the world is focused on Balochistan. And how do you want to move forward the issue of Balochistan, the quest, Baloch quest for, Yeah, thank you very much. There is no doubt the hearing in American Congress and Dr. Hussain Bor testimony did a great job, and it was a great achievement to the Baloch movement, Baloch politics, and Baloch question, and it took the attention of the people around the world, especially in American Congress and especially in Pakistan Parliament and Pakistani government. And I think on international basis, I don't know how much we can achieve from that, but it shook the foundations of Pakistani Parliament and Pakistan's government and even ISI, and that
was the moment, and they thought now the Balochs are closer to their independence, closer to their freedom, and that is the point of breakup of Pakistan. But that's the one aspect. On the other hand, I think the Baloch freedom lies in the hands of the Baloch people in Balochistan, in the Baloch struggle, the Baloch unity, and the strengthening of the political forces of Balochistan. The subjective conditions definitely affect the movements of the nations, of the freedom fighters, but actually the people who are fighting, the people who are on the ground, those are the ones, they achieved the independence. And that's what Baloch is doing now, because in these 61 years, Baloch people, Baloch politicians, Baloch leadership tried to prove their patriotism to the Pakistan, but in 61 years, we never achieved that confidence from the Pakistani government. They always treated us as a traitor. They always treated as a third-rate citizens in Pakistan. They never, we never came too close. We never embraced us. Only the relation Balochistan or Baloch people, as in Pakistan, is the weak and the powerful. That's the only relation. Right. And when we change this relation, I think that is the day when Baloch will achieve their independence. بطور خلاصه یعنی ما میخوایم از خاطر از این که وقت برای تمام برادرها و خوارا برسه صحبت کنن. بطور خلاصه بلوچ صاحب گفتن که وقتی که همی هیرینگ دکتر صاحب و برادرای بلوچ در کانگرس کردن، به اصطلاح زیر پای پنجابیا لرزید و دائما پنجابا که ملت بلوچ یک انصاف را به کار نبردن. در طول تاریخ دائم خواستن که بلوچا را معرفی کنن به حیث یک ملت تروریست و یک ملتی که دائم میخواین که مشکلات ببینن. به اصطلاح مردم بلوچ در بغل خود نگرفتن و به این ترتیب این نقاط مهم است. باز دیگر نقاط هم پسانتر باز دکتر صاحب بور تشریح کنن اگر میخواین. مقصد یعنی به طور فشرده اگر بگوییم مبارزه ما دوام داره برای بی‌عدالتی در مقابل پاکستان و دستگاه جاسوسی آیسای و این مبارزه ما دوام داره. ما برادرها خوارای عزیز، شما که تلفن میکنین تنها 2 دقیقه وقت دارین که صحبت کنین. ما یک میخوایم که برادر عزیز ما را موقع بدیم که شما I give you some time that you wanna, if you wanna talk about some issues, you can talk about it. Go ahead, please. Well, I would like just to look into the issue of the congressional hearing from a different perspective. I think, all right, I mean, the congressional hearing was a big deal. The Baloch issue was internationalized. But it would be absolutely unfair to give credit only to one congressman. I think credit actually goes to the people of Balochistan who have sacrificed their lives, who have struggled consistently. And we believe that the US government has not sufficiently supported the Baloch. There is a greater need. Of course, the Pakistani government and an effort to discredit the Baloch movement does blame India for supporting the Baloch, or the US government, or the Israeli government, or the Afghan government. We as Baloch think there is a need to do a lot more. Because what does it mean to be a Baloch? What does it mean to seek statehood? We are what a non-Pakistani actually is. I mean, if the world is looking for a secular, tolerant state in the region, then probably Balochistan is the only region that can promise that opportunity to the rest of the world. Otherwise, the Western world, the Americans, will have to face the
cutting off their supplies again and again from the ISI or from the Pakistani military. Similarly, the NATO supplies would be attacked time and again. So similarly, if they want to make Balochistan or Quetta as the breeding ground for Taliban or to give a protection to Mullah Omar, then that's not going to serve the interests of the Western world. If the Western world wishes to have a buffer zone, a secular buffer zone, which very clearly refuses to be used, has a territory from where attacks are launched in Afghanistan, from where Afghan democratic process, Afghan indigenous government is undermined, then it's very important that they have to support an independent Balochistan, that a sovereign state has to be there, which would very clearly refuse to any force in the world that Balochistan territory would not be used as a launching pad against the Afghans. Likewise, the Balochistan would not be a troublemaker for the rest of the region. Now, therefore, like when I look at all this, I think we the Balochs unfortunately are not very happy with the response of the foreign governments. Likewise, if you look at the other ethnic groups living within Pakistan or on the other side of the Durand line, as you call it, there is not a separatist movement among the Pashtuns, among the Sindhis, among the Hazaras who live in Pakistan, who all face equal brutalities. But the Balochs are the only ones who don't call for provincial autonomy. After all, they are consistent, It does not, like overnight, you don't have a congressional hearing. It just needs a lot of consistency, and the Balochs have shown it. We expect the same from the Pashtun brothers living in Pakistan to be very clear what they actually want from Pakistan. If provincial autonomy is what they want within Pakistan, probably the ISI will never agree to give it to them, because as Mr. Waheed said, time and again, the Balochs have been termed as anti-Pakistan, as traitors, as foreign agents. We are a dignified people, we are a people with our own history, with our own culture, and it's just disgraceful when you call all these indigenous people, you see, like the Balochs lived there for thousands of years back. Pakistan was formed only in 1947, but we have remained the masters of our own land for so long. So there's the need for the regional powers, like regional ethnic groups, Pashtuns, Hazaras, Sindhis, to clearly state for statehood rather than agreeing for smaller things such as seats in the provincial assembly or ministries. That's very important. Secondly, I think the Obama administration has not taken such a hard-line stance on Pakistan, what we the Balochs expect, that they have to take on the issue of Balochistan. And similarly, I mean, there are a number of issues for which I would very personally give only credit to the Baloch leaders, Baloch youth, and Baloch, because I'm a journalist, and as a journalist, I realize how the Pakistani media tries to stop the news from Balochistan. Foreign journalists are not allowed to go to Balochistan. Even Pakistani journalists can travel to certain parts of Balochistan. So it's all the young Baloch who, jeopardize their own lives by sharing the news on Facebook, on Twitter, on all these social media. So I think, the credit has to be given to the Baloch, and we as Balochs have to ask ourselves, what if tomorrow the US does not support Balochistan, what after the disintegration of the Soviet Union? We don't have to be fully reliant on foreign forces. We must welcome foreign intervention, foreign support, but we must not fully and blindly depend on them. بالکل خوارا و برادرای عزیز، ما میریم با یک چند اعلان تجارتی. باز موضوعاتی که برادر بزرگوار ما عرض کردن اظهار کردن، باز به طور فشرده او را ما میخوایم تشریح کنیم یا نظریات شما خوارا و برادرها را میگیریم. در یک ساعت آینده کل تلفن های شماست، فقط شما 2 دقیقه وقت دارین. ما با اعلان تجارتی میریم. در این حال تلویزیون پیام افغان تلویزیون شماست. لطفاً در قسم از نظر مالی تلویزیون پیام افغانتان تقویه کنین و راستی تلویزیون پیام افغان با خیر و فلاح مردم افغانستان خدمت میکنه. خصوصا این کریره که ما میپوشم، زیاد سفر میکنم، این از نگاه خستگی و رفع خستگی بسیار کمک میکنه و ما از دائم شکرگزار هستیم که یک تلویزیون مثل تلویزیون پیام افغان داریم. ما با اعلانات تجارتی میریم. لطفاً با ما باشید.